فن یک آلبالو پلوی مجلسی رو امروز تو این ویدیو بهتون یاد بدم. با این روش آلبالو پلوهاتون بی‌نظیر میشه. برای آلبالو پلو هم میتونید از گوشت قلقلی استفاده کنید، هم از مرغ حلزونی. هر دوتاش خیلی جذاب میشه. گوشتتون رو با نمک، فلفل، پیاز آب گرفته و زعفرون کمی ماساژ بدید و تقریبا 1 ساعت استراحت بدید و قلقلیش کنید. حتما هسته آلبالوتون رو به کمک یک ابزار خارج کنید و خیلی آلبالوتون رو له و وارفته نکنیدش. بعدش لابلا شکر بریزید، تقریبا 12 تا 24 ساعت توی یخچال بمونه تا آب بندازه. موقعی که میخواید گوشت قلقلیاتون رو سرخ کنید، اونا رو دونه دونه داخل تابه قرار بدید، چون اگه یه دفعه‌ای داخل تابه بریزید دمای تابتون کم میشه، گوشتتون آب میندازه و به خوبی سرخ نمیشه. حتی روی آلبالوها رو حتما ازش جدا کنید. نکتهش اینجاست که باید بهش کره اضافه کنید و آلبالوهاتون رو 10 دقیقه بعد از اینکه جوشید در بیارید و بذارید شهدش به تنهایی بمونه و بجوشه و غلیظ بشه. برنجمو با آب و روغن داخل قابلمه آب جوش ریختم و گذاشتم 6 دقیقه بجوشه. برنجتون رو حتما باید دونتر آب کشش بکنید. تدیگم هر چیزی که دوست دارید میتونید بذارید. من تدیگ ماسی گذاشتم که به نظرم بی‌نظیره. بعدش لایه به لایه برنج، آلبالوها و گوشتای قلقلیمو میچینم و میارم تا بالا. بعد از اینکه تمام موادتون تموم شد، چند تا سوراخ روی سطح برنج ایجاد بکنید و روش رو کمی زعفران دم شده و کره بذارید که بی‌نظیرش میکنه. حتما از دم کنی استفاده بکنید و نکته اصلیش هم اینجاست که من اون شربت آلبالویی که غلیظ شده رو 3 دقیقه الی 4 دقیقه آخر پخت روی برنجم میدم. این کار باعث میشه که هم تدیگتون نسوزه، هم برنجتون شفته نشه و یک آلبالو پلوی خوش رنگ و خوشمزه و مجلسی